یک نوار ویدیویی درباره تشکیل فاحشه‌خانه و آزار و اذیت کودکان در چند باغچه بچگانه در ولایت سرخندریای ازبکستان بحث تندی را برپا کرده است. نماینده دادستانی ولایت سرخندریا روز 1 مارس به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفته است که در پی تحقیق این حادثه ها 2 پاسبان باغچه بچگانه به 3 سالی زندان محکوم و تا 10 کارمند مسئول از مقام‌هایشان برکنار شدند. نوار آزار و اذیت کودکان و تشکیل فاحشه‌خانه در بعضی از باغچه‌های بچگانه ماه فوریه امسال توسط تلویزیون‌های محلی ولایت سرخندریا نمایش داده شد. در بخش از ویدیویی که توسط تلویزیون‌های محلی در سرخندریا نمایش داده شد، مربیان در حال ترس دادن کودکان با کارت هم تصویر یافتند. در نوار دیده می شد که کارمندان یکی از باغچه‌های بچگانه کودکان را جسماً و روحاً عذاب می دهد. برای مثال این مربی کارت را برداشته به کودکان تهدید می کند که زبانشان یا یگان عضو مهم دیگری بدنشان را بریده می پرتاید. هنگام این عمل کارمندان دیگری کودکستان که شاهد حالند بلند می خندند. در رابطه با این کار یک پرونده علاهیده باز شده، برخی متهمان الکی حکم گرفتند. به قول این همصحبت ما تنها جزای یک مربی که کودکی تا 3 ساله دارد به تأخیر گذاشته شده است. او گفت وقتی بچهش 3 ساله شد برای ادای جزا به زندان فرستاده خواهد شد. از این پیش روز 25 فوریه یک گروه از والدان به بخش ازبکی رادیوی آزادی نامه فرستاده و از برخورد مقامات با متهمان آزار و اذیت کودکان و تشکیل فاحشه‌خانه در باغچه‌های بچگانه ناراضگی کرده بودند. آنها ادعا کردند که مقامات دادگاهی تلاش دارد تا عیب متهمان را بپوشاند و برای همین به بعضی آنها جزای شرطی تعیین می‌کند. اما روز 1 مارس در اداره معارف ولایت سرخندریا در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفتند که از این حادثه اصلا خبر ندارند و گوشی را گذاشتند.